انزوای بیشتر ایران، اتحاد بیشتر جامعه جهانی در برابر انزوای بیشتر ایران. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of the United States. Thank you. Thank you. Thank you. با 135 نماینده مجلس نمایندگان و 100 سناتور 535 تن در جلسه حاضر دارم به همراه اعضای خانواده‌شون در نشست میشن. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا رو میشنویم. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Madam Speaker, خانم رئیس مجلس، معاون ریاست جمهوری جناب بایدن، اعضای کنگره، مدعوین گرامی و شهروندان آمریکا، قانون اساسی ما میگوید که گهگاه رئیس جمهوری باید بیاد به کنگره و اطلاعاتی بده درباره وضعیت کشور. به مدت 220 سال رهبران ما به این وظیفه عمل کردند. این کار را در زمانهای رونق و آرامش انجام دادند و همینطور در میانه جنگ و رکود، در دوره جنگ، دوره رکود، دور زمانی شکاف و زحمات. ممکن است انسان تشویق بشود نگاه کند به این لحظات و فرض رو بر این بذاره که پیشرفت ما غیر قابل اجتناب بود، که آمریکا اصلا سرنوشتش این بود که موفق بشه. ولی وقتی اتحاد شمال در ناحیه بول رانچ شکست خورد، متفقین در ساحل اوماها بیچ فرود آمدند، در مورد پیروزی شک وجود داشت. وقتی بازار سقوط کرد در سه‌شنبه سیاه و فعالان حقوق مدنی در یک شنبه خونین مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، آینده نامطمئن بود. این زمانی بود که شجاعت ما رو به محک آزمایش گذاشت، باورهای ما رو، قدرت کشور ما رو، و به رغم تمام شکاف‌ها و عدم توافق‌ها، بیم و هراسمان، شک و تردیدمان، آمریکا فائق آمد، چرا که ما تصمیم گرفتیم پیش بریم به عنوان یک کشور، به عنوان یک ملت. ما بار دیگر در محک آزمایشیم و باید پاسخ بگوییم به چالش تاریخ. 1 سال پیش من در میانه 2 جنگ به ریاست جمهوری رسیدم، در میانه اقتصاد گرفتار رکود، ساختار اقتصادی در آستانه سقوط. کارشناسان از طیف‌های سیاسی گوناگون هشدار دادند که اگر کاری نکنیم ممکنه با یه رکود دوم بزرگ روبرو بشیم. ما تلاش کردیم فوراً و با شدت و حدت، و 1 سال بعد بیشتر قسمت بد طوفان گذر کرده است، ولی ویرانی‌های آن باقی مانده است. از هر 10 آمریکایی 1 نفر نمیتونه شغلی پیدا کنه. بسیاری از اماکن کسب و کار تعطیل شدن، ارزش خونه ها پایین رفته، شهرک‌های کوچک، جوامع روستایی مورد آسیب قرار گرفتند. برای اونهایی که با فقر آشنا هستند، زندگی بسیار طاقت فرسا شده. این رکود بار سنگین خانواده های آمریکا رو زیادتر کرده. کار سنگین‌تر، ساعت طولانی‌تر و درآمد کمتر، عدم امکان برای صرفه‌جویی برای فرستادن بچه‌هاشون به کالج. بنابراین من با این نگرانی آشنایی دارم. نگرانی جدیدی نیستن. این زحمات دقیقاً دلیلی است که من برای ریاست جمهوری تلاش کردم. من شاهد اینها بودم در جاهایی مثل ایندیانا، در ایلینوی. شاهد این زحمات و دشواری‌ها بودم. در نامه‌هایی که برای من میاد هر شب میخونم اینا رو میبینم، این دشواری‌ها رو. بیشتر این نامه‌هایی که مشکل خوندنشون از سوی کودکان اومده، چون میگن که چرا ما بعد از خونه هامون بریم، چرا مامان و بابای ما نمیتونن به سر کار برن. برای این آمریکایان و بسیاری دیگر تغییر و تحول سریع نبوده. بعضیا دل سرد شدن، بعضیا غضبناکن،
نمیفهمند که چرا به نظر میاد که وال استریت، بورس آمریکا رفتار ناشایست میکنه ولی مردم عادی گرفتارن. چرا واشنگتن دولت مرکزی نتونسته یا راغب نبوده مسائل ما رو حل کنه؟ خسته شدن ملت از دشواری‌های بین حزبی. میدونن که ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، نه الان. بنابراین ما با چالش‌های بزرگ و دشوار روبرو هستیم. اون چی که شهروندان آمریکا امید دارن، اون چی که سزاوارش هستن، اینه که همه ما دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها از ورای اختلافاتمون بگذریم، فائق بیایم بر بار سنگین و فلج کننده بازی‌های سیاسی. برای که اونایی که ما رو انتخاب کردن پیشینه‌های گوناگون دارن، داستان‌های گوناگون دارن، باورهای گوناگون دارن، ولی نگرانی‌هایی که باش مواجهن یکسانه. آمالی که اونها رو دنبال میکنن یکی، شغل برای پرداخت صورت حسابا، امکان پیشرفت و امکان دادن زندگی بهتر به بچه‌هاشون. میدونید دیگه چی جنبه مشترکشونه؟ پشتکار و مقاومت در مقابل معضلات. بعد از یکی از مشکل ترین سالها در تاریخمون، مردم همچنان مشغولن ساختن اتومبیل، آموزش بچه‌ها، سرمربیگری در لیگ‌های ورزشی، کمک به همسایگان. یک خانم به من نوشت ما تحت فشاریم ولی امیدواریم. ما به زحمت افتادیم ولی تشویق میشیم. به خاطر این روحی است، این شرافت والا، این قدرت بزرگ که من هرگز بیشتر از الان امید نداشتم راجع به آینده آمریکا.